ارتش اسرائیل روز دوشنبه ادعا کرد که در پایتخت ایران برتری هوایی را به دست آورده است، یعنی سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را به حد سست کرده است که اکنون هواپیماهایش می توانند به تهدید جدی بر فراز تهران پرواز کنند. اسرائیل میگوید که اکنون آسمان را از غرب ایران تا به تهران نظارت می کند. عین زمان ایران صبح دوشنبه دیگر باره اسرائیل را موشک باران کرد. به قول مقامات اسرائیل در این حمله ها کمش 5 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. روز چهارم است که نزاع بین دو کشور ادامه دارد و هیچ علامتی از فرو نشستن آن به نظر نمی رسد. ایران گفت که تقریباً 100 موشک پرتاب کرده است و وعده داد که برای حمله های سخت اسرائیل به زیربنیادهای نظامی و اتمی‌اش باز هم انتقام خواهد گرفت. در این حمله ها که روز جمعه آغاز یافت، تا حال حداقل 224 نفر در ایران کشته شدند. اسرائیل گفت که در این کشور تا حال 23 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند، زیرا ایران زیاده از 370 موشک و صدها پهپاد درون پرتاب کرده است. در جواب ارتش اسرائیل گفت که هواپیماهایش 10 مرکز فرماندهی نیروی قدس را در شهر تهران بمباران کردند. این شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی را بیرون از ایران اجرا می‌کند. مقامات در شهر پتح تکوه در اسرائیل گفتند که موشک‌های ایرانی به یک بنای مسکونی برخوردند. مقامات گفتند که 2 زن و 2 مرد در موج حمله‌های موشکی به 4 محل در مرکز اسرائیل کشته شدند. مقامات بهداشتی گفتند که در ایران 1277 نفر زخمی شدند. سازمان‌های حامی حقوق بشر تعداد کشته شدگان در ایران را بیش از 400 نفر گفتند و به قول آنها 197 نفر شهروندان آسایش‌اند. اسرائیل میگوید که حمله بر رهبران عالی نظامی ایران، تأسیسات غنیسازی اوران و آلیمان هسته‌ای ضرور بود تا ایران صاحب بمب اتمی نشود. ایران همیشه تاکید کرده است که پای سلاح هسته‌ای نیست، اما سالهای اخیر به قدر اوران غلیظ حاصل کرده است که تخمین می‌رود اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه از آنها سلاح اتمی بسازد.